این هفته خبر تو خبر داره براتون از بسیج سگ و سیله های عظما برای حلوا کردن دولت آخوند رئیسی. دولت 13 در مسائل اقتصادی با اینکه واقعا خب مکرر شنیدید، من هم نمیخوام تکرار گذشته بشه، ولی وقتی دولت خزانه را تحویل گرفت در سخت‌ترین شرایط و مشکل‌ترین وضعیت اقتصادی، هم از نظر تورم و هم از نظر خالی بودن خزانه و هم از نظر به هم ریختگی اوضاع، در چنین شرایطی تحویل گرفت. ولی در این 11 ماه هم در مسائل اقتصادی قدم‌های بزرگی رو انجام داده و هم اینکه در ارتباط با دیپلماسی خارجی تحرک بی سابقه داشته. اون چرا که فوق توقع بود در این 11 ماه دولت شما توانسته انجام بده. این هم جواب دندون شکن مردم به این دروغ‌های خامنه‌ای و امام جمعه هاش. شعارهای مردم حکم یه چنین مشتی رو داره. این دولتی که آخوند صدیقی اینطوری دربارش خالی میبست دولت دزداییه که اختلاساشون یکی یکی رو میشه. خب اخیراً آقای وزیر اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از اطرافیان شما منتشر شده. اولا شما تایید میکنید یا خیر؟ اگر تایید میکنید علت چی بوده؟ ببینید و چه برخوردی کردید؟ اولا من یک نفر بیشتر بازداشتی نداشتیم در وزارت راه و شهرسازی. یک نفر، من آمار یک نفر بیشتر ندارم، شما بیشتر دارید من نمیدونم. یک نفر عرضم به حضور شما، ما واقعیت چیزی که اطلاع نداریم که این اصلا برای چی بازداشت شده. ظاهراً پولی که این گوریل پشمالو و مشاوراش به جیب زدن زیادی براشون سنگین بوده و باعث شده که کله کنن. این هم یه تصویر دیگه از دولت آخوند رئیسی از زبون کارشناس حکومتی. وقتی که نظام دولت مدار بشه، متمرکز بشه، پر از رشوه خواری میشه، پر از فساد میشه، پر از زد و بند میشه. حالا حساب کنید یه نظامی که سر تا سرش همه چیش دولتیه، یعنی هیچ قسمت خصوصی نداره، چقدر توش زد و بنده، چقدر توش فساده، چقدر توش رشوه است. بعد اتومات این نظام چه عناصری رو میاره؟ عناصر با لیاقت کمتر، یعنی عدم، برعکس شایسته سالاری در این نظام رو میاد. افرادی که چاپلوسن میان روش رشد میکنن، تو مصادر قرار میگیرن. یه نگاهی هم به مدیران همین دولت توی شهرها بندازیم و ببینیم چطوری بحرانها رو مدیریت میکنن. عملی هستیم ما، عملا پاسخگوییم. کی حل میشه مشکل؟ خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنی شهردار خرمشهر حالا کاملا اصلا حاضر به پاسخگویی نشد در این وضعیت که آیا وضعیت پل شهید جهان آرا با این وضعیتی که پیش اومده آیا نباید مسدود بشه؟ حکایت این پله که تو مراسم افتتاحش چنین اتفاقی افتاد. وضعیت آخوندا طوری درد و داغون شده که پاسداراشون مجبورن یه چنین اعترافایی بکنن. امروز قدرت دفاعی که افتخاره. بله همینطوره. ولی اون میاد به چالش میکشه، میگه با من پول ندارم برم برای بچم مثلا پوشک بخرم، شما بیاد بحث موشک رو مطرح میکنی که حالا جوونی یا پدری که مشکل معیشت داره بیا موشک به چه درد من میخوره. با این حساب این چیزایی که اینطوری پوزش رو میدن فقط به درد این میخوره که اونا رو بکوبن تو سرشون. همه چی رو دارم، آب همین، آب دونه کن. ببین من آقا ترکونده. مشنگستان این هفته رو با این گاو میشه دریایی شروع میکنیم
که اسم ناوش رو گذاشته قاسم سلیمانی تا انتقام سخت بگیره. قربون عمه جونت بری با این انتقام سخت گرفتنت. چی شد که اسم این ناو رو به نام زیبای حاج قاسم عزیز شهید سلیمانی انتخاب کردید؟ اینا مجبورن که این ناو رو صدا بزنن. اسمش چیه؟ شهید سلیمانی. شهید سلیمانی. اینها در واقع باید اعتراف کنن که شهید سلیمانی، یعنی در مکالمه هایی که خواهند داشت باید قطعاً با نام شهید سلیمانی. ما جوابشون نمیدیم تا اینکه اسم شهید سلیمانی رو بیارن و جواب بدن. شاخ و شونه کشیدن‌های آخوندا تو این اوضاع و احوال یه چیزی تو این مایه هاست. آخوندا به خودشون که میرسه میلیارد اختلاس میکنن. به مردم ایران که میرسه براشون درباره احکام فروش مگس روزخونی میکنن. کسی 100 تا مگس بگیره توی شیشه بکنه بگه آقا من این مگس ها رو میفروشم، معاملش حرام نی، معامله باطله. پولی که من بابت فروش مگس از شما میگیرم برم نون بخرم بخورم، تصرف در ملک شما کردم، اون حرامه. اینجا هم تو مدرسه بساط روزخونی رو انداختن که یه هموطن حسابی از خجالتشون در میاد. یاد تو تا صبح محشر زنده باشد جانم، یاد تو تا صبح محشر زنده باشد، نام تو با نام هم پاینده باشد، نام تو با نام هم پاینده باشد. ای دشت قربان در راه جانان. آقا اول صبحی برای چی همسایه رو اذیت میکنی؟ داداش اول صبحی چرا سر صدا میکنی؟ فدات بشم، مردم بچه ها اومدن درس بخونن یا اومدن زیارت؟ چیه اومدن؟ اول صبحی ها خیلی نشد که آخه اینجا مزاحم مردم داری میشه. ما اینجا همسایه اینجا هستیم مزاحم داری میشی آقا. یعنی چی این کار؟ بچه ها اومدن درس بخونن یا چی اومدن؟ مدرسه‌ای که توش جای درس دادن به بچه‌ها روزخونی راه بندازن، کلاس ریاضیش هم این میشه. خیلیاتون گفته دید که این مسئله سخته، این اصلا کاری نداره. شما اینو که از چون 5 از 8 کوچیک‌تره، یعنی از این قرض میگیری میشه 0، 5 با این میشه 15. خب اینجا در نتیجه ما منفی میکنیم 15 منهای 8. چی شد؟ ته خط مهندسیش هم میشه این ماشین‌های دانش بنیان. زنده با مشهد و 1000 درجه حرفا بابا دمت گرم خدا میگیری هیچیه هیچ چیستان میه دیگه. امو یک بای بابا. سریال گوشمالی دادن و ترسوندن آخوندا همچنان ادامه داره. یه بار با لوله آهنی، یه بارم اینطوری. اومده بود رستوران بلنبونه اما شانسش نگفت. در پایان توجه شما رو به شیرینکاری یه هموطن جلب می‌کنیم که یه خاطره رو با زبون روزخونا نقل میکنه. از مسجد زدم بیرون، دیدم یه چند نفر میخوان یه گاوی و سواری نیسان کنن، نمیتونه. گفتم برید کنار، همه رفتن کنار. یه نگاه تو چشمای گاوه کردم، یه دستی کشیدم رو پیشونی انگاب، دیدم گاب به راحتی سوار نیسان شد. یه جوونی اومد بهم گفت خدا خیرت بده، انشاءالله وقتی رسیدی خونه خدای خبر خوبی بهت بده. توی راه که داشتم می اومدم گفتم حاج محسن
دوره کرد نماز خوندی ببین خدا چه قلب تو ارادت داره تو رو دوست داره. اومدم تو خونه دیدم ببینم منم هی داره میره این بره حیات اون بره حیات، زار گریه میکنه مثل بارون بهار داشت گریه میکرد. گفتم ننه چه خبر شده؟ گفت ننه دیشب گاومون رو دزدیدم. یه لحظه به خودم اومدم گفتم خاک تو سرت کند، گاو تو رو شناخت تو گاو رو نشناختی.